ورونیکا زدکا را تماشا می‌کرد که لبخند بر لب به تخت بسته می‌شد. زدکا به پرستار مرد گفت: به او بگو چه اتفاقی می‌افتد، وگرنه وحشت می‌کند. پرستار برگشت و آمپول را به ورونیکا نشان داد. به نظر خوشحال می‌رسید از اینکه مانند پزشکی رفتار می‌کند که اندازه درست و روش مناسب درمان را برای یک پزشک جوانتر توضیح می‌دهد. با صدای عمیق و فنی گفت: این آمپول حاوی مقداری انسولین است. برای بیماران دیابتی استفاده می شود که قند خونشان بالاست. اما زمانی که مقدار آن بیشتر از حد معمول شود، قند خون می افتد و باعث می شود فرد به اغما برود. آرام به آمپول ضربه زد تا هوایش خالی شود. بعد هم آن را به رگ پای راست زدکا تزریق کرد. این چیزی است که الان اتفاق می افتد. او به حالت اغمای القا شده فرو می رود. اگر چشمایش بی حالت شد، نترس. انتظار هم نداشته باش تا زمانی که تحت تأثیر داروهاست تو را به یاد بیاورد. وحشتناک است، غیر انسانی است. مردم تلاش می کنند تا از اغما بیرون بیایند، نه اینکه به اغما بروند. پرستار پاسخ داد: مردم تلاش می کنند تا زندگی کنند، نه اینکه خودشان را بکشند. ورونیکا حرف او را نشنیده گرفت. اغما به ارگانیسم بدن کمک می کند تا استراحت کنند. در این حالت تمام وظایف بدن کاهش می یابد و هر گونه تنش موجود در آن پنهان می شود. همانطور که داشت صحبت می کرد، مایع آمپول را هم تزریق می کرد. چشمهای زدکا داشت تار می شد. ورونیکا به زدکا گفت: نگران نباش، تو کاملا طبیعی هستی. آن داستانی را که درباره آن پادشاه می گفتی، وقتت را تلف نکن. دیگر نمی تواند صدایت را بشنود. زنی روی تخت بود که تا چند دقیقه پیش سرشار از زندگی و هوشیاری بود. چشمهایش الان به ناکجا دوخته شده بود و از گوشه دهانش کف بیرون می آمد. ورونیکا به روی پرستار داد زد: چه کارش کردی؟ وظیفه‌ام را انجام دادم، همین. ورونیکا زدکا را صدا زد، فریاد می کشید و تهدید می کرد سراغ پلیس، مطبوعات و سازمان‌های حقوق بشر می رود. آرام باش، شاید در یک بیمارستان روانی باشی، اما هنوز هم باید از مقررات مشخصی پیروی کنی. ورونیکا دید مرد جدی است و ترسید. اما از آنجایی که چیزی برای دست دادن نداشت، به فریاد کشیدن ادامه داد. زدکا از آنجایی که بود می توانست بخش و تختها را ببیند. همه تختها خالی بود، مگر یکی که بدنش به آن بسته شده بود و دختری جوان نزدیکش ایستاده و وحشت زده به او زل زده بود. دختر نمیدانست زنی که روی تخت است هنوز زنده است و تمام اعضای بدنش کاملا کار می کند. اما روحش دارد پرواز می کند و تقریباً به سقف رسیده و تسلیم احساس ژرف آرامش است. زدکا در یک سفر اسیری بود. چیزی که بعد از اولین تجربهش از شوک انسولینی باعث وحشتش شده بود. درباره آن با هیچ کس صحبت نکرده بود. او فقط برای درمان افسردگی اینجا بود و همین که احساس بهبودی کند برای همیشه آنجا را ترک خواهد کرد. اگر به آنها می گفت که بدنش را ترک می کند، فکر می کردند دیوانه تر از لحظه ورودش به ویلت شده است. به هر حال همین که به بدنش بازگشت، شروع به مطالعه درباره دو موضوع کرد: شوک انسولینی و آن احساس عجیب و غریب شناوری در فضا. مطالب زیادی درباره این نوع درمان وجود نداشت. اولین بار حدود سال 1930 از آن استفاده شده بود و پس از آن به علت رساندن آسیب‌های کلی به بیمار، استفاده از آن در بیمارستان‌های روانی کاملا منع شده بود. زدکا در یکی از جلسه‌های درمان در شکل اسیریش به دفتر دکتر ایگور رفت. درست در لحظه‌ای که دکتر ایگور با یکی از مالکان بیمارستان درباره همین موضوع بحث می‌کرد. دکتر ایگور می‌گفت: این جنایت است. مرد دیگر جواب داد: بله، اما ارزان و سریع است. چه کسی به حقوق دیوانه‌ها اهمیت می‌دهد؟ هیچ کس از ما شکایت نمی‌کند. با وجود این، برخی از دکترها این روش درمانی را روشی سریع برای درمان افسردگی می‌دانستند.
زدکا میگشت و هر چیزی را که درباره شوک انسولینی نوشته شده بود امانت میگرفت. مخصوصاً گزارش‌های دست اولی که بیماران درباره تجربهشان از آن نوشته بودند. داستان تکراری بود. ترس و وحشت. هیچ کدامشان حالتی حتی نزدیک به آنچه را که زدکا در آن لحظه زندگی کرده بود تجربه نکرده بود. او به درستی نتیجه گرفت که هیچ ارتباطی میان انسولین و احساس خارج شدن هوشیاری از بدنش وجود ندارد. برعکس، تمایل به استفاده از این نوع روش درمان کاستن از ظرفیت ذهنی بیمار بود. بعد هم شروع به تحقیق درباره وجود روح کرد. چندین کتاب درباره پیچیدگی‌های روح خواند. یک روز هم به طور تصادفی به منابع گسترده‌ای دست یافت که آنچه را در آن حالت بر او می‌گذشت به دقت توصیف می‌کرد. آن را سفر اسیری می‌نامیدند و افراد زیادی آن را تجربه کرده بودند. برخی احساسشان را توصیف می‌کردند، در حالی که دیگران راه‌های رسیدن به این احساس را گسترش می‌دادند. زدکا اکنون آن راه‌ها را از بر بود و هر شب آنها را به کار می‌گرفت تا به هر جا که می‌خواهد برود. توصیف‌ها از آن تجربه‌ها و تصورات متعدد بود، اما همه آنها چیزهایی مشترک هم داشتند. صدای آزاردهنده و عجیب پیش از جدا شدن روح از جسم. به دنبالش شوک، کاهش سریع سطح هوشیاری و بعد هم آرامش و لذت شناور شدن در فضا. در حالی که روح با تناب ناپیدای نقره‌ای به جسم وصل بود. تنابی که می‌توانست تا بی‌نهایت امتداد پیدا کند. اگرچه افسانه‌هایی البته در کتاب‌ها هم بودند که می‌گفتند اگر فرد اجازه بدهد این تناب ناپیدای نقره‌ای پاره شود، می‌میرد. با این حال تجربهش او را مجاز می‌کرد هر زمان به هر جا که می‌خواهد برود و تناب نقره‌ای هرگز پاره نشد. اما کتاب‌ها به طور کلی در آموزش اینکه چگونه بتواند بیشتر و بیشتر به سفرهای اسیری برود واقعا مفید بودند. مثلا یاد گرفته بود هر زمان که می‌خواهد از جایی به جای دیگر برود باید ذهنش را بر تصور خودش در فضا متمرکز کند و به دقت تصور کند که دوست دارد به کجا برود و برخلاف مسیرهای پرواز هواپیماها که از مکان مشخصی برمیخیزند و مسافت لازم را تا رسیدن به مکان دیگر میپیمایند، سفر اسیری از طریق تونل‌های اسرارآمیز انجام میشد. آدم خودش را در جایی تصور می‌کند و با سرعت حیرت آوری وارد تونل مناسب می‌شود. بعد هم جایی را که بخواهد می‌بیند. از طریق خواندن همین کتاب‌ها توانست ترسش را از موجوداتی که ساکن این فضاها بودند از بین ببرد. امروز هیچ کس در بخش نبود، اما اولین باری بود که جسمش را ترک کرد. افراد زیادی را دیده بود که او را تماشا می‌کردند و از حیرت زدگی صورتش شگفت زده بودند. اولین واکنشش این بود که فرض کند همه آنها مردگان هستند. ارواحی که در بیمارستان تجمع کردند. بعد هم با کمک کتاب‌ها و تجربه شخصیش متوجه شد که اگرچه برخی از آنها ارواحی هستند که از بدنشان جدا شدند و در آنجا سرگردانند، کسانی هم در میانشان وجود دارند که مانند او کاملا زنده هستند. افرادی که یا به راه‌های خروج از کالبدشان دست یافتند و یا اصلاً نمی‌دانند چه بر سر آنها آمده است. خودشان در گوشه دیگر از دنیا در خوابی عمیق بودند و ارواحشان دور از آنها سرگردان بود. امروز در حالی که می‌دانست این آخرین سفر اسیریش از طریق انسولین است، زیرا به دفتر دکتر ایگور رفته بود و شنیده بود دکتر میگوید که آماده است زدکا را مرخص کند، تصمیم گرفت در بیلت بماند. از لحظه‌ای که از درب اصلی بیرون میرفت هرگز نمیتوانست به آنجا برگردد، حتی به شکل روح. میخواست خداحافظی کند. قسمت سخت کار همینجا بود. کسی که در آسایشگاه روانی باشد به آزادی در دنیای جنون عادت میکند و معتاد آن میشود. آدم در آنجا دیگر مجبور نیست مسئولیتی را بپذیرد یا برای نان روزانه‌اش بجنگد یا مجبور نیست به کارهای کوچک و تکراری زندگی بپردازد.
میتواند ساعتها وقتش را به تماشای یک تابلو بگذراند یا دایره‌های خالی بکشد. همه چیز مجاز است، چون در هر حال این شخص یک بیمار ذهنی است. همانطور که در مواردی هم دیده بود، بیشتر دیوانه‌ها همین که وارد بیمارستان می‌شدند، حالشان بهبود می‌یافت. آنها دیگر مجبور نبودند علائم بیماریشان را پنهان کنند. فضای صمیمی آنجا این امکان را برایشان فراهم می‌کرد که روانژندی و روانپریشی خود را بپذیرند. زدکا در آغاز شیفته ویلت شده بود و حتی به این فکر افتاد بعد از درمان به انجمن برادری بپیوندد. اما فکر کرد اگر عاقل باشد و تا زمانی که بتواند از پس مشکلات روزانه زندگی بر بیاید، میتواند بیرون از آنجا هم هر کاری را که میخواهد انجام دهد. چنانکه کسی میگفت تمام آنچه باید انجام بدهی این است که جنونت را تحت کنترل خودت بگیری. میتوانی مثل هر فرد عادی گریه کنی و نگران و خشمگین شوی تا زمانی که یادت باشد روحت آن بالا قهقهه میزند و آن احوال خاردار را به سخره میگیرد. او به زودی به خانه پیش فرزندان و همسرش باز میگشت. این بخش از زندگیش هم جذابیت خودش را داشت. البته پیدا کردن کار مشکل بود، چون در شهر کوچکی مثل لیوبلیانا اخبار به سرعت پخش میشد و افراد زیادی از بستری بودن او در ویلت با خبر بودند. اما همسرش به اندازه‌ای درآمد داشت که برای اداره خانواده کافی باشد و زدکا می توانست از وقت آزادش استفاده کند و به سفرهای اسیریش برود. آن هم بی آنکه تحت تاثیر خطرناک انسولین باشد. تنها یک چیز بود که دلش نمیخواست دوباره تجربهش کند. همان چیزی که او را به ویلت کشانده بود. افسردگی. پزشکان گفتند اخیراً ماده‌ای به نام سروتونین را کشف کردند که یکی از ترکیب‌های مسئول احساسات انسان است. کمبود سروتونین باعث می‌شود فرد نتواند بر کار، خواب، خوراک و لذت بردن از هیجانات زندگی تمرکز کند و زمانی که این ماده به کلی از بین برود، فرد دچار ناامیدی، بدبینی، احساس بیهودگی، خستگی زیاد، ناتوانی، اضطراب و اختلال در تصمیم گیری می شود که به فرو رفتن او در افسردگی دائمی می انجامد و او را به سوی بی‌تفاوتی و خودکشی می کشاند. برخی از پزشکان محافظه‌کار هم گفتند هر تغییر بزرگی در زندگی می تواند سبب بروز افسردگی شود، مثل مهاجرت به کشوری دیگر، از دست دادن یک عزیز، طلاق، افزایش انتظارات کاری و خانوادگی. برخی پژوهش‌های جدید که روی تعدادی از بیماران در زمستان و تابستان انجام شده است، به کمبود نور خورشید به عنوان یکی از علتهای افسردگی اشاره کردند. به هر حال علت افسردگی زدکا ساده‌تر از آنی بود که کسی فکرش را کند. مردی که در گذشته‌اش پنهان بود یا به عبارت دیگر خیالاتش از مردی که در گذشته‌های دور او را می‌شناخت. واقعاً احمقانه بود. فرو رفتن در افسردگی و جنون، آن هم برای مردی که حتی روند کنونی زندگی و مکانش را نمی‌دانست، اما در جوانی خیلی عاشق او شده بود. زدکا مانند هر دختر جوان دیگری نیاز داشت عشق محال را تجربه کند. اما زدکا برخلاف دوستانش و دخترهایی که فقط رویای عشق محال را می‌دیدند، تصمیم گرفت پا را فراتر بگذارد، تلاش کند رویایش را محقق کند. مرد آن سوی اقیانوس زندگی می‌کرد. زدکا همه چیز را فروخت تا پیش او برود. مرد ازدواج کرده بود، اما زدکا پذیرفت که نقش معشوقه او را داشته باشد و یواشکی نقشه می‌کشید که با او ازدواج کند. مرد وقت کافی برای خودش نداشت، اما زدکا راضی شده بود روزها و شبها را در اتاقی در یک هتل ارزان قیمت بگذراند و انتظار تلفن‌های گاه به گاه او را بکشد و با وجود پافشاریش بر تحمل هر چیزی به نام عشق، این ارتباط حاصلی نداشت. مرد مستقیما چیزی نگفت، اما یک روز زدکا متوجه شد که دیگر مورد استقبال نیست و به اسلوونی بازگشت. چند ماه گذشت و او هنوز به ندرت غذا می‌خورد. تمام لحظه‌هایی را به یاد می‌آورد که با هم گذرانده بودند.
بارها و بارها لحظه‌های لذت و شادیشان در کنار یکدیگر را مرور می‌کرد. تلاش داشت چیزی را اصلاح کند که او را قادر می‌کرد به آینده ارتباطشان باور داشته باشد. احساس کرد دوستانش نگران حال او هستند. اما چیزی در قلب زدکا به او می‌گفت این یک مرحله گذراست. رشد شخصیتی بهایی دارد و زدکا بدون هیچ شکایتی داشت آن را پرداخت می‌کرد. یک روز صبح سرشار از اشتیاق به زندگی از خواب برخاست. پس از مدتها برای اولین بار با اشتها غذا خورد و بعد هم دنبال کار بیرون رفت. نه تنها کار پیدا کرد بلکه توانست توجه جوانی زیبا و با فرهنگ را هم به خود جلب کند که زنهای زیادی به دنبالش بودند. آنها پس از 1 سال ازدواج کردند. زدکا هم حسادت و هم تحسین دوستانش را برمی‌انگیخت. هر دوی آنها برای زندگی به خانه‌ای راحت رفتند. آن خانه باغی داشت و مشرف به رودخانه‌ای بود که از وسط لیوبلیانا می‌گذرد. آنها بچه دار شدند و تابستان‌هایشان را در اتریش یا ایتالیا می‌گذراندند. وقتی قرار شد اسلوونی از یوگسلاوی جدا شود، همسرش را به ارتش فراخواندند. زدکا سرب بود، یعنی دشمن، و زندگیش در آستانه فروپاشی به نظر می رسید. و در 10 روز دشوار پس از آن به دنبال آمادگی نیروها برای جنگ، زمانی که هیچ کس نمی دانست اعلام استقلال چه عواقبی به دنبال دارد و چقدر خون برای آن ریخته خواهد شد، زدکا متوجه شد که چقدر همسرش را دوست دارد. تمام وقت دعا کرد، چیزی را که در آن زمان بعید به نظر می رسید، اما اکنون تنها امیدش بود. به فرشته‌ها و قدیسان نذر کرد تا همسرش برگردد. و چنین شد. او برگشت و بچه‌هایشان توانستند به مدرسه‌هایی بروند که زبان اسلوونیایی در آنجا تدریس می‌شد و شبه جنگ به جمهوری همسایه‌شان کرواسی منتقل شد. 3 سال گذشت و جنگ یوگسلاوی با کرواسی به بوسنی انتقال یافت. گزارش‌ها منحصراً به قتل عام‌هایی اختصاص داشت که سرب‌ها مرتکب می‌شدند. زدکا فکر می‌کرد تعمیم این جنایت به تمام ملتش، آن هم به سبب حماقت یک گروه کوچک دیوانه، ناعادلانه است. زندگیش معنای دیگری یافت که پیش از این انتظارش را نداشت. با غرور و شجاعت از مردمش دفاع کرد. در روزنامه‌ها می‌نوشت، در تلویزیون حرف می‌زد، کنفرانس تشکیل می‌داد، اما کارهایش هیچ ثمره‌ای نداشت. هنوز هم خارجی‌ها اعتقاد دارند همه سرب‌ها مسئول آن قتل عام‌ها هستند. اما زدکا می‌دانست وظیفه‌اش را انجام داده است. او هیچ وقت نمی‌توانست در چنین مصیبتی خواهران و برادرانش را تنها بگذارد. می‌توانست به همسر اسلوونیایی و بچه‌هایش اعتماد کند و همچنین به افرادی که قربانی دستگاه رسانه‌ای دو طرف نشده بودند. یک روز عصر نزدیک مجسمه پرسترن، شاعر بزرگ اسلوونیایی، قدم می‌زدند و فکر زندگی شاعر او را درنورید. پرسترن وقتی 34 ساله بود به کلیسایی رفت و دختر جوانی را به نام جولیا پریمیک دید و دیوانه‌وار عاشقش شد. او مانند نوازندگان دوره‌گرد باستان به امید اینکه روزی با جولیا ازدواج کند برایش شعر می‌سرود. معلوم شد جولیا دختر یکی از خانواده‌های اشرافی است و غیر از دیدن اتفاقی او در کلیسا، پرسترن دیگر نمی‌توانست به او نزدیک شود. اما همان یک دیدار بهترین شعرهایش را به او الهام کرد و از او اسطوره‌ای ساخت و حاله‌ای گرداگرد اسمش قرار داد. در میدان کوچک لیوبلیانا مجسمه شاعر خیره به چیزی است. اگر مسیر نگاه خیره او را دنبال کنید، در طرف دیگر میدان صورت زنی را می‌بینید که روی دیوار سنگی یکی از خانه‌ها حک شده است. جولیا در آن خانه زندگی می‌کرد و چشم‌های پرسترن حتی پس از مرگ هم تا ابد خیره به عشق محالش است. چه می‌شد اگر کمی برایش می‌جنگید؟ قلب زدکا به شدت شروع به تپیدن کرد. شاید نشانه یک اتفاق بد بود. شاید برای یکی از بچه‌هایش اتفاقی افتاده بود. به سرعت به خانه رفت و دید همه آنها دارند تلویزیون تماشا می‌کنند و ذرت بوداده می‌خورند. اما این اندوه نگذشت. زدکا دراز کشید و 12 ساعت خوابید. وقتی بیدار شد اشتیاقی برای برخاستن نداشت.
قصه پرسترن عشق اولش را دوباره به یاد او انداخته بود. همان کسی که دیگر هیچ وقت با زدکا تماس نگرفته بود. زدکا از خودش پرسید آیا به اندازه کافی برای او جنگیدم؟ آیا به جای پافشاری بر چیزهایی که از او انتظار داشتم باید نقشم را به عنوان یک معشوقه میپذیرفتم؟ آیا با همان نیرویی که برای مردمم جنگیدم برای عشق اول هم جنگیدم؟ زدکا خودش را قانع کرد که به اندازه کافی جنگیده است، اما اندوهش نگذشت. آنچه برایش بهش به نظر می رسید، خانه نزدیک رودخانه، همسری که دوستش داشت، بچه‌هایی که روبروی تلویزیون می نشستن و ذرت بوداده می خوردن، داشت به جهنمی بدل می شد. امروز بعد از سفرهای اسیری زیاد و دیدارهای متعدد با موجودات متعالی، زدکا فهمید همه اینها بی‌معنی بوده است. او عشق محالش را بهانه‌ای قرار داده بود، دستاویزی برای قطع پیوندها با زندگی کنونیش، چیزی که از زندگی مورد انتظارش واقعا فاصله داشت. اما از 12 ماه پیش وضعیت متفاوت شده بود. زدکا دیوانه‌وار شروع به گشتن دنبال معشوق دوردستش کرد. مبالغ زیادی را برای تماس‌های خارج از کشور پرداخت. اما او دیگر در آن شهر زندگی نمی‌کرد. یافتن او محال شده بود. نامه‌هایی را با پست پیشتاز برایش می‌فرستاد، اما نامه‌ها همیشه برگشت می‌خوردند. با تمام دوستان او تماس گرفت، ولی هیچ کس نمی‌دانست چه اتفاقی برایش افتاده است. همسرش درک نمی‌کرد چه اتفاقی دارد می‌افتد و این زدکا را عصبانی می‌کرد. همسرش دست کم باید به چیزی شک می‌کرد. سر و صدایی به راه می‌انداخت، شکایت می‌کرد و تهدید می‌کرد که او را به خیابان می‌اندازد. زدکا یقین پیدا کرد همسرش به متصدیان تلفن بین‌المللی، نامه‌رسان‌ها و تمام دوستانش رشوه داده است که خود را بی‌تفاوت نشان بدهند. تمام جواهرات عروسیش را فروخت و یک بلیط هواپیما به مقصد آن طرف اقیانوس گرفت تا اینکه یک نفر توانست او را متقاعد کند آمریکا جای بزرگی است و اگر ندانی دنبال چه می‌گردی رفتن به آنجا هیچ فایده‌ای ندارد. یک روز عصر دراز کشید. پیش از این چنان از آن عشق عذاب نکشیده بود، حتی آن زمان که به زندگی روزمره وحشتناک لیو بلیانا برگشته بود. آن شب و 2 روز بعد را هم در اتاقش گذراند. روز سوم همسر واقعا مهربان و نگران او با پزشک تماس گرفت. آیا او نمی‌دانست زدکا تلاش دارد با آن مرد دیگر تماس بگیرد؟ مرتکب بی‌عفتی شود و زندگیش را از یک همسر محترم با نقش معشوقه پنهان مرد دیگری عوض کند؟ لیو بلیانا وطن، خانه و بچه‌هایش را برای همیشه ترک کند؟ پزشک رسید. زدکا دچار حالت هیستریک شد و در را قفل کرد. بازش نکرد مگر وقتی که دکتر رفته بود. بعد از 1 هفته دیگر توان کافی و اراده برخاستن از تخت را نداشت. چنانکه خودش را در همان تخت تخلیه می کرد. نمی توانست به چیز جدیدی فکر کند. خاطرات پاره پاره آن مرد در فکرش می چرخید. باور داشت آن مرد هم بی نتیجه به دنبال او می گردد. همسرش بیش از اندازه مهربان بود. ملافه ها را عوض می کرد، موهای او را شانه می زد و اطمینانش می داد همه چیز به زودی رو به راه می شود. بچه هایش دیگر به اتاق او نمی آمدند، چون بی دلیل به صورت یکی از آنها کشیده ای زد. بعد هم خم شد و پای بچه را بوسید و از او عذرخواهی کرد. حتی لباس خوابش را هم پاره کرد تا نشان دهد پشیمان و ناراحت است. 1 هفته دیگر وقتی تمام غذاهایی را که برایش می بردن تف می کرد، چندین بار هم از واقعیت خارج و دوباره به آن داخل شد، تمام شب بیدار بود و روزها را کامل می خوابید، 2 مرد بدون اینکه در بزنند وارد اتاق شدند. یکی از آنها او را محکم گرفت و دیگری آمپولی به او تزریق کرد و در ویلت بیدار شد. شنید دکتر به همسرش میگوید افسردگی گاهی به خاطر پیش با افتاده ترین چیزها اتفاق می افتد، مانند فقدان ماده شیمیایی سروتونین در بدن.